خب این موقع شب من رفتم یه چوب بخرم. بابا 70,000 تومن چه خبره؟ پولم کلا 30,000 تومن بود. من چیکار کنم؟ دردم و باید الان برم به مامان بزرگم بگم. ای خدا بریم ببینیم. هی بسم الله الرحمن الرحیم. منم چه رحیم میدیم سر پایین. مامان بزرگ شب قشنگی صدا در جمع مثل که نوامه دبودی صدا در زدن اومد. نوی عزیزم بگو تا این موقع شب کجا بودی؟ اون پولی که بهت دادم کو باقی مونده کجاشو دادی رفت؟ برای اینکه مامان جون خیلی ببخشید پولت برای اینکه همش رفت. یک پول اضافی هم کش رفتم. آیم دبودی جان شادگان پدر بزرگ مرحوم باشه. ای خدا